السلام علیکم بینندگان گرامی. امروز همراه شما موضوع خیلی مهم معادله های دیفرانسیلی خطی ترتیب یکم را دیده می‌بریم. خاطر رسان میکنیم که امروز همراه شما آموزگار فنی متماتیک منوچهر شهاب‌الدینوف این موضوع را دیده می‌براید و شما در کانال این آموزگار قرار دارید. احترامانه خواهش کرده می شود که به کانال مذکور آبونه شوید و فکر و عقیده های خود را در کامنتار یا در شرح نویسید. رفتیم. موضوع امروزه ما چنانه که گفتیم معادله های دیفرانسیلی است. امروز ما معادله های دیفرانسیلی که در نمود عمومی y شتریخ جمع p از x ضرب y برابر f از x آورده می شوند همراه شما دیده می‌بریم. بچه ها برای حل این نمود معادله ها همه گونه معادله که همین نمود می آید، یعنی اینجا اگر اهمیت دید باید که در معادله ما y شتریخ باشد حتما یکتا و خودی همین فونکسیه باشد. باز دو فونکسی دیگری بگذار f از x p از x و f از x باشد. همین خیلی برای حل چنین معادله ها عادتاً متد بهترین این متدی است که امروز حاضر همراه شما یاد میگیریم. مضمون این متد همین که فونکسی y را فرض میکنیم که حاصل ضرب دو فونکسی باشد، فونکسی او و و، y برابر او ضرب و. آنگاه y شتریخ ما به چی برابر میشود؟ او شتریخ ضرب و جمع او و شتریخ. این ما علکه میدونیم، همین خیلی است. اکنون هم قیمت y را و هم قیمت y شتریخ را به معادله بولونگی بگذار این نامش معادله یکم گوییم و معادله یکم آورده میمانیم و افاده زیرین را حاصل میکنیم. درست می؟ و این افاده اهمیت دید. این کار تکنیکی است، هر کسی شما نیز این را انجام داده میتواند، یگان جایی دشواریش نیست. اکنون از این دو جمع شونده او و شتریخ و p از x او ضرب و، از هر دو این جمع شونده ها انا این او رو از قوس میبریم که هر دوش بیان ضرب شونده عمومی است. همین خیلی می اگر او رو از قوس براریم چگونه شکل میگیرد؟ او شتریخ و جمع او و او در قوس و شتریخ جمع p از x ضرب و برابر f شتریخ می شود. درست است؟ این را شما در اکران های خود مشاهده نموده ایستاده ایدم. من این شکل را میگیرم. درست؟ اکنون من این درون قوس را نگاه کنید. و شتریخ جمع p از x ضرب و. این افاده را بگذار به صفر برابر کرده حل میکنیم. مضمون این همین خیلی است که ما اقلا یک تا و را میابیم که یک تا فونکسی و را میابیم که هنگام اون را به همین قیمت اون را به قوس گذاشتن قوس ما به 0 برابر شود. مضمون این کار ما همین خیلی است. اکنون بگذار چنین باشد وقتی که و را میابیم ما اکنون و را به جای خود آورده، من اینجا به نگاه کنید، اینجا به آورده میگذاریم و از افاده دویم باره حاصل میکردگی ما قیمت او را میابیم. هم و هم او را وقتی که یافتیم به جای خود گذاشته ایستاده او برابر y برابر او ضرب و خود y را میابیم که همین حل معادله دیفرانسیلی از ما همین چیز طلب میکند. یعنی تو یک فونکسی را یافت میگوید. مقصدی معادله دیفرانسیل حل کردنش یاد مونده هست که این چیکار کردن؟ البته یافتن فونکسیه. درست است؟ اینک همراه شما یک نمونه را حل میکنیم. نگاه کنید. y شتریخ ترک y تقسیم x برابر x سینوس x. حل خصوصی همین معادله را یابید. حل خصوصی در نقطه x برابر p تقسیم 4 بودن y از x ما به 1 برابر بوده است. y از p تقسیم 4 به 1 برابر. برای حل این از متدی بالونده من فهماندگی استفاده میبریم. هیچ جای قینش نیست.
اگر بینیم در اینجا p از x ما به مینوس 1 تقسیم x برابر و f از x ما به چی برابر؟ x سینوس x برابر. در حرف جدا کرده نوشته میگیریم. بعد این همون گزارش میکنیم. بگذار که y ما او ضرب v باشد، y اشتریخ ما او اشتریخ v جمعی او v اشتریخ باشد. اونگاه وقتی که از قوس میبراریم، درونی قوس ما به چی برابر میشود؟ v اشتریخ ترک 1 تقسیم x ضرب v. انا همین قیمت رو ما به صفر برابر کرده یاد میگیریم، حل میکنیم. وقتی که حل کردیم ما حلش نگاه کنید، حلش در اکران های شما هست. به جای v اشتریخ بچه ها ما دیفرنسیالی v تقسیم دیفرنسیالی x رو میگذاریم. این ما حل که میدونیم همین خیلی. بعد که به جای v اشتریخ قیمتش گذاشتن، دیفرنسیالی v dv رو با v و dx رو با x به یک جا جمع می نماییم. بعد از هر دو طرف اینتگرال میگیریم. اینتگرالی نامعین دیدید؟ وقتی که اینتگرال میگیریم لگاریتم ناتورالی از v برابری لگاریتم ناتورالی از x میشد. همین طوره. پس معلوم شد که v برابری x بوده است. درست؟ انا اکنون این جمع شونده دویم ما به صفر برابر میشد که به 0. همین خیلی می چون که ما در این قوس 0 به برابر کرده گرفتیم که او ضربی من همین در این قوس که به 0 برابر است همیشه با به 0 برابر میشه. من اینو برای اون نویسم که شما بچه ها باید که پیخست کنید که من این افاده آینده از کجا آمد. ما در این قوس به قیمتش 0 گفتیم که 0 گذاشتیم، او ضربی 0 با به 0 برابر میشه. او اشتریخ x برابری x ضرب سینوس x. برای چی او اشتریخ v بود ما به زیر او اشتریخ x را نوشتیم؟ به کمانک نگاه کنید. v ما برابر x شد که قیمتی v یا جاش به من اینجا به آوره گذاشتیم. به جای v ما الان چی ماندیم؟ x ماندیم بچه ها. نه او اشتریخ x برابر x ضرب سینوس x شد و این معنای آن را دارد که او اشتریخ برابر سینوس x. باز به جای او اشتریخ du تقسیم dx را میگذاریم و dx را به سینوس x ضرب میکنیم. به هر دو طرف گویا که dx را ضرب کرده میگیریم. بعد این با هر دو طرف اینتگرال میگیریم. اینتگرالی du ما به او برابر اینتگرالی سینوس x ما مینوس کاسینوس x پیلوسی سی به برابر. بچه ها بعضی ها سوال میتونن که اینجا بیم او جمعی سیش چوب ننویستید معلم؟ برای اون که بچه ها این سی اینجا یک دائمی است، کانستانت. وقتی که در هر دو طرفی برابری سی پیدا می شود شما میتونید یک طرف یک سی نویسید کفایه است، چون که همون سی یک دائمی با عددی دائمی به ضرب کنید یا یک طرف گرزانده ترک کنید یا جمع کنید، هرچی اما یعنی که اپراتسیا ها رو با دائمی اجرا نکنید باز یک دائمی دیگر حاصل میشه. درست می؟ بنابر همین به شما لازم نیست اینجا به مثلا چیکار کردن یک طرفی معادله به دائمی را نویستن سی را. بنابراین یک طرفش به می نویسیم این خودش کفایت. درست می؟ انا که وقتی که اینو بینید او یافتیم او ما مینوس کاسینوس x جمع سی شدن همه خیلی بوده است. و یافتیم و ما برابر x بود که انا که اخیری مسئله به آمدیم y که می یافتیم y که ما برابری او ضرب v به جای و x به جای او قیمت آن رو ما گذاریم ساده میکنیم. انا این چیزی یافتگی ما نامش بچه ها حل عمومی. حل عمومی چیزی چی؟ معادله دیفرنسیالی. اکنون برای اینکه حل خصوصی را یابید به جای مقصد از آن حل خصوصی یافتن یعنی قیمت سی را معین کردن کار که این سی چند باشد، یعنی سی را معین کنیم. برای این چی کار میکنیم؟ او شرطی که در اولی مسئله داده شده بود که y از پی تقسیم 4 برابری 1 بود. آن را به معادله میگذاریم و وقتی که شما معادله را حل میکنید سی تون برابری 4 تقسیم پی جمع 2 ریشه 2 بوده است. سی ما چند بوده است بچه ها؟ 4 تقسیم پی جمع 2 ریشه 2.
این در اکران شما موجود است. اکنون جوابی برای اینکه جوابش یابیم جوابی خصوصی رو نویسیم. به جای سی قیمتی یافتگی من رو آورده میگذاریم 4 تقسیم پی جمع 2 ریشه 2 رو. وقتی که میگذاریم جوابی خصوصی حل خصوصی من این خیلی میشود y برابری مینوس x کاسینوس x جمع 4 x تقسیم p جمع 2x ریشه 2. همین بود موضوع امروزه ما. من امیدوارم که شما موضوع امروزه را فهمیدید. پیش از همه باید برای فهمیش موضوع امروزه همون فرمولی که در اولی ویدیو من به شما گفتم باید از خود کنید بچه ها. دوامش دیگرش همش آسان. آبونه شدن و لایک گذاشتن و شرح نوشتن را فراموش نکنید. تا درس های آینده.